وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. رواه مسلم. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند قیامت برپا نمی شود تا که آفتاب از جانب مغرب طلوع کند. زمانی که از مغرب طلوع کرد تمام مردم ایمان می آورند، اما در آن روز ایمان به هیچ کس سود نمی رساند که قبل از آن ایمان نیاورده باشد و یا در ایمانش خیر کسب نکرده باشد.